شامبخیر هموطنان عزیز، برنامه اطلاعاتی جنبه 3 هفته را با پیشنهاد اخبار روز و خبرهای 7 روز گذشته مملکت منظور شما می‌گردانیم. همین هفته در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس اسامبله پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا عضو پارلمان فنلاندیا خانم پیا-لیسا کاوما حالت کنونی و دورنمای مجموعه همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جمله رابطه‌های بین پارلمانی بررسی گردید. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تاجیکستان سازمان را همچون نهادی مهم برای مکالمه سازنده در دایره هر سه چنک نظامی و سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی و انسانی می‌داند. تاکید گردید که تاجیکستان اولویت‌های ریاست فنلاندیا را در سمت پیشگیری از نزاع‌ها در پهنای سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ایجاد اعتماد، مبارزه با جنایت‌های دارای خصوصیت فراملی و دیگر موضوعات دستگیری می‌نماید. ضمن بررسی مسائل امنیتی، تحکیم شریکی در مقاومت با خوف و تهدیدهای گلوبالی، از جمله در دایره روند دوشنبه عاید به مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن مهم دانسته شد. همزمان تاکید گردید که حل مشکلات امنیتی همانا اندیشیدنی تدبیرهای منبعدی هماهنگ را تقاضا می‌نماید. وابسته به چنکی اقتصادی محیط زیستی، تحکیم همکاری برای راهاندازی لایحه‌های مؤثر مطابق با هدف‌های رشد استوار به خصوص جهت تقویت بخش‌های واقعی اقتصادی، بهبودی زیرساختار و رشد منطقه‌ها موافق مقصد دانسته شد. مسائل وابسته به مدیریت ذخیره‌های آبی و انرژتیکی، تغییریابی اقلیم و پیشگیری آفت‌های طبیعی نیز از جمله اولویت‌های همکاری نامیده شد. تامین برابری گندری، توسعه شرکت زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان از موضوعهای مبرم ملاقات بود. تاکید گردید که در چنک انسانی جانب تاجیکستان آماده است همکاری را با سازمان در دایره استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ حقوق انسان برای دوره تا سال 2038 ادامه دهد. گفتگوی سودمند همچنین دایر به موضوعهای علاهیده بین المللی و منطقوی از جمله برطرف نمودن بحرانهای موجوده و ایجاد فضای باوری و اعتماد در پهنای مسئولیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت گرفت.